های لگویی. شهر زندام در شمال غربی آمستردامه و 10 دقیقه‌ای آمستردام قرار داره. به دلیل زیبایی و مناطق دیدنی معروف شده به هلند کوچک. این شهر یک مجموعه کامل از آسیاب‌های بادی قدیمی داره که هنوز فعالن و پره‌هاشون میچرخه. هر کدوم از آسیاب‌ها هم به یکی از جلوه‌های معروف هلند اختصاص داده شده. یکی کارگاه پنیرسازی، یکی کارگاه ساخت کفش چوبی هلند، یکی رنگسازی و خیلی چیزهای دیگه. به علاوه زندان پر از کانال آبه با خونه‌های سبز رنگ هلندی. با گشتن در اینجا که بسیار زیبا و سرسبزه میتونیم با آب و هوای هلند آشنا بشیم.